میشه همون برگری که خودت توی رستوران درست میکنی رو به ما هم آموزش بدی؟ همین گوشت رو الان میخوام برای رستوران درست کنم، همین رو بهتون آموزش میدم. هزینه این آموزش هم اینه که برای 5 نفر بفرستی. خیلی مخلصیم، خیلی مخلصیم. بریم برای شروع بچه‌ها. من از مغزرون گوساله و قلوه‌گاه گوساله دارم استفاده میکنم. 1 کیلو مغزرون گوساله و 500 گرم هم قلوه‌گاه گوساله. من از پیاز استفاده میکنم، من آشپزم، من تشخیص میدم توی برگرم چی بزنم. خب من اینجا پیازهای خام رو اسلایس کردم و گذاشتم یه شب توی فریزر بمونه تا یخ بزنه. من از تفاله استفاده نمی کنم. گوشتم رو اول 1 دور با پنجره نخودی چرخ میکنم و 1 بار هم با پنجره ریز یا کبریتی چرخ میکنم. کلاً 2 بار گوشت چرخ میشه، یه بزرگ یه کوچیک، و پیاز هم همزمان با گوشت چرخ میشه. برای هر کیلو گوشت من 150 گرم پیاز یخزده استفاده میکنم. یه نکته خیلی مهم، سعی کنید دمای گوشتتون خنک باشه. گوشت هر چقدر دماش سردتر باشه راحت با هم پیوند میگیرن و باعث میشه که برگر شما وا نره. اما هر چقدر گوشت که گرمتر باشه گوشت ها پیوند رو برقرار نمیکنن و گوشت شما چسب نمیگیره. اوکی، گوشتمو میریزم، همزمان پیازم رو هم میریزم، اینا رو با هم چرخ کنم. چرخ اول اینجا ادویه هامو بهش اضافه میکنم، فلفل سیاه و نمک. من چیز دیگه ای به برگر خودم نمیزنم. بابت هر کیلو 12 گرم، هر کیلو گوشت 12 گرم نمک و 1 گرم فلفل سیاه. من نمک و فلفلش هم اضافه میکنم و اینجا من عنصرهای بعدیم این دوتا هم ورسترشر و پنیر خامه‌ای که بعد از چرخ دوم اینا رو هم بهش اضافه میکنم. خیلی فقط دقت کنید موقعی که با دندونه ریز گوشتتون رو چرخ میکنید گوشتتون اینجوری رشته‌ای در بیاد. بعضی مواقع این گوشت از لابلای این تیغه بیرون میاد و گوشت شما به جای اینکه چرخ بشه له بشه، همون باعث خرابی برگرتون میشه. این هم از چرخ دوم گوشتمون. یه چند تا باور غلط رو میخوام بگم. ببینید گوشت الان چرخ شد دیگه. خیلی میگن اینو هی باید چنگ بزنیم تا این چسبش آزاد شه. ببینید دلیل هم زدن صرفاً یک نواختی طعمه. خب طعمسازی خوبه، اون ادویه هایی که زدیم به خورده این بره و طعم یک نواخت بشه، ربطی به چسب نداره. خیلی مثلا میگن آقا این گوشتتون رو هم بدین بعد اینجوری بچسبونید به دستتون، اگه نریخ یعنی اون گوشت خوبه. ببینید الان این گوشت الان چرخ شده ولی بیا نمیریزه. یا خیلی‌ها میان مثلا میگن آقا اینو بریزید توی کاسه، اگه نریخ خوبه این کاسه. خب ببینید ربطی به این نداره. چیزی که باعث میشه گوشت شما چسب خوبی داشته باشه دمای گوشت شماست. اگر گوشت شما خنک باشه، من یک مثالی میزنم، میخوان 1-2 تا عضو به هم وصل کنن، اون عضو یا فریز میکنن یا میذارن توی یخ که این دوباره پیوند بگیره. این گوشت هم همینه. وقتی یک قطعه گوشت چرخ میشه اگه دماش خنک باشه این گوشت بعد از چرخ شدن دوباره با هم پیوند میگیره. همین باعث میشه که دیگه برگر شما وا نره یا کباب شما نریزه. این کل قصه است دیگه. بعدش میشه بحث طعمسازی و مخلوط کردن اون قلوه‌گاه همراه با این مغز رو همش میزنیم که این صرفاً مخلوط بشه. حالا من گوشتم رو ببینید چرخ کردم. چیزی که استفاده میکنم این دل بخواهیه. من استفاده میکنم به خاطر طعم امامی که داره و نرم کنندگی که به گوشت من میده، یک بافت نرمتری به من میده. من برای هر کیلو گوشتم 1 گرم استفاده میکنم، یعنی 15 کیلو دارم جمعاً 15 گرم استفاده میکنم. چیزی نزدیک به 1.5 قاشق یا نهایتاً 2 قاشق برای کل این 15 گرم از این استفاده میکنم. یه بخشش اینجا، یه بخشش هم اینجا. و میرسیم به پنیر خامه‌ای. پنیر خامه‌ای هم بافت خوبی ایجاد میکنه، هم یه لطافت خوبی. بازم اینها دل بخواهیه. برای گوشتم، برای هر کیلو گوشتم 5 گرم پنیر خامه‌ای استفاده میکنم. 15 کیلو گوشت دارم، 75 گرم پنیر خامه‌ای استفاده میکنم. من رسیپی
دقیق رو که گم نکنید در کپشن می نویسم. تقریبا اینقدر از این پنیر خامه ای برای کلش کافیه. زیاد اگه بریزید برگر شما میسوزه روی گریلتون و طعم خوبی نمیگیره. بعد اینو با هم مخلوط میکنم. چیزی که مهمه اینه که این گوشت فقط مخلوط بشه، ربطی به چسب و این داستانا نداره. حالا من کلو یه جا مخلوط میکنم. اینم شد از برگر ما. حالا شما میتونید چونه های 140 گرمی، 160 گرمی، 180 گرمی بگیرید و استفاده کنید. فقط یک نکته، زمانی که برگرتون رو میخواید چونه کنید به این حالت این مقدار این کار رو انجام بدین. بعد حالا اگه دستگاه دارین چونش کنین یا حالا میخواین با وقتی که گوشت رو اینجوری ور میدارین یه مقداری توش هوا میمونه که گاهن یا توی دستگاه یه بخشش خالی میمونه یا یهو ممکنه توی گریلتون وا بره. اما اگه این کار رو انجام بدید یه مقداری هوا گیری کنین این چونمون رو، گوشت خیلی راحت‌تر خودش رو میگیره. خیلی مخلصیم. این ویدیو رو برای دوستات بفرست. میتونی پیج منم فالو کنی، کلی آموزشای دیگه دارم. خیلی